الله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان یا اکرم الاکرمین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون می باشم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و منت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والو رسیدیم به آیه شریفه 53 از سوره نحل که امروز جلسه دوممون روی این آیه شریفه می باشد. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر روی بهترین سخن زانوی ادب بزنیم، بر گردش حلقه بزنیم تا از نورش، هدایتش و روشنیش و روشنگراییش برای روشن کردن دل و فکر و دین و دنیای خود سود ببریم. و با عرض سلام و ادب به همه شما دوستان ارجمند و همراهان گرانقدر از تهران تا کابل، از مسکو و دوشنبه تا لاهور و در سراسر این گیتی پهناور که به یک میز مبدل شده است. تلاوت آیه را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بود از خداوند پاشونهان چه بر خاک باشد چه در آسمان
این 53 امروز ببخشید. اگرچه که هر نعمتی بر شماست همه از راه لطف یکتا خداست. یعنی از امام نیست، از پیر نیست، از پاتال نیست. الکی تصور شیخ نکنید، خود را مشرک نکنید. الکی غیر خدا را نخونید، خود را مشرک نکنید. الکی این نعمت ها را به امام زمان و امام کوران و کران و این امام و اون امام زاده که سوپرمارکت امامت شدن، دین خود را به دست مسخره کنندگان دین ندهید. به سوی قرآن بیایید که دلها را روشن می کند. اگر خود بلایی بیاید زرا، بجویید از درگه او پناه. نمایید لابه به یکتا خدا، مگر دفع سازد شما را بلا. ولی باز چون آن بلا دور کرد، چون مهنت زبالینتان کرده ترد، گروهی بگردید مشرک به وی، شریکان بخوانید بر رب حی. چطوری شریکان بخوانید؟ صفات خداوند حی حاضر رو میدی مردگانی که نه حیند و نه حاضر، تازه زنده هم میبودند کاری نمیتونستن بکنن. زنده هم میبودن نمیتونستند کاری بکنن. همین موضوع به این سادگی رو همه خرافیان داخل اسلام به عنوان مذاهب ضاله و خارج از اسلام من باب اولا نمیخواهند بفهمند. برای که فهمیدن این مطلب همانو بستن دکان امامت و ولایت و صلیبیگری و صهیونیسم همان. و ما بکن من نعمت فمن الله. ولذا خداوند جل جلاله و منواله بعد از این همه قدرت نمایی هاش در آیات سابق اینجا من شما رو خبر میکنه که ای بندگانم، مالک نفع ضررتون منم و شما انسان ها هر رزقی، نعمتی، عافیتی، پیروزی، فضلی، بچه، زنی، مالی، هر چی دارید از احسان من خداونده. این احسان من رو به دیگران نسبت ندهید. به دلیل چی؟ خودتون هم اعتراف میکنید که احسان منه. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجارون. به مجرد اینکه یه ضرری، یه زیانی شما لمس کنه، فقط سردردتون بگیره، پادردتون بگیره، خدا نکرده مریضی بگیره، فالیه تجارون، داد و فریاد میکنید. چرا؟ چون میدانید در ته دلتون به دور از فشارهای اجتماعی و فریبهای فریبکاران، شما در دلتون میدونید که هیچ کسی دیگه قادر به رفع این ضرر نیست. آیت الله برقی رو خدا رحمت کنه، شوخ بود و حاضر جواب. من ابن حزم شیعه نامیدمش که زبانش زبان ابن حزم با قلم شمشیر حجاج. با این تفاوت که حجاج ظالم بود، ایشون عادل بود. مثالی در مصر هم مناقشه نیست. مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه. آقای علامه برقی میگفت که یه روز من داشتم میرفتم، دیدم نوشته هیئت عزاداران توحید. ایشون که خودش عاشق توحید بود. عجب، تهران توحید یعنی چی آقه؟ عزاداران توحید، عزاداری و توحید قابل جمع نیست که. خلاصه سر راه ما چند روز دیگه راه شدم، دیدم به جای توحید عوضش کردن، نوشتن هیئت عزاداران رقیه. گفت رفتم در دادم، خادم مسجد پرسیدم داستان چیه؟ اونم دید خب این لباس آخوندی فلان. گفت حاج آقا راستش بخوایی ما دیدیم خدا رو که نمیشه فریب داد، اما رقیه بچه کشی رو میشه فریبش داد. این دینداران یه قومن. شو فکر نکنی که مراجعشون بهتر از اینه، بدتر از اینه. دینی بر مبنای کلک بنا شده و حتی جهانگردانی که
بعضا کتاب نوشتن در این مورد، میگن ایرانی ها چیزای عجیبی هست، دین عجیبی دارن، یه خورده رشوه به خدا میدن، بعد هر کاری دلشون بخواد انجام میدن، البته از راه قبر، از راه امامی. مقصودی که همه میفهمن که در وقت سختی جز خدا به درد نمیخوره. بلکه شما انسان ها میدونید که مریضیتون و ضررتون و دفتون و رنجتون و مصیبتتون و غیر از خدا کسی نمیتونه برطرف کنه، ولذا بهش پناه میبرید، ولذا اصرار در دعا میکنید، استغاثه به خدا میکنید و این کار خوبیه. یا در سوره اسراء 67 میفرماد که و اذا مسکم الضر فی البحر، اگه شما در دریایی موجا به هم بلند شد، داری غرق میشید، یعنی اینجوری حس میکنید هر چی غیر از خدا بوده فراموش میکنید، اینجا خدا رو میکنید. فلما نجاکم الی البر، وقتی شما رو خدا نجات میده میری خشکی، عرضتم، باز از خدا اعراض میکنی، میری به سراغ امامزاده ها، به سراغ عیسی، به سراغ عزیر، به سراغ پیر و پاتال و قلندر و بقیه بتایی که درست کردی. و کان الانسان کفورا، انسان طبیعتا اینجوریه، کفر پیشه، کفران نعمت میکنه. یعنی اینطوری نباشید. ولذا اشیاء ارجمند، یک بار در عمرتون شده قرآنو بخونید، نترسید، از قرآن نترسید. این کتابی که شفای دل هاست، از این کتاب نترسید. آخونداتون شما رو ترسوندن، دروغ گفتن. و ما بكم من نعمت فمن الله. امام قرطبی علیه الرحمه از امام فران نقل میکنه که اینجا به معنی جزای و باش فی بکم متعلق به یک فعل مضمره، تقدیرش و ما یکون بکم، اون نعمتی که براتون خواهد بود. نعمت ها هر نعمتی، صحت جسم، روزی زیاد، فرزند، مال، خوشنامی، هر امکاناتی که دارید اسمش رزقه. و ثم اذا مسکم الضر، وقتی که مصیبتی سرتون آمد، مریضی سرتون آمد، بلایی سرتون آمد خدا نکرده، قحطی سرتون آمد خدا نکرده، اینها همه پیام‌های خداونده. در این کائنات چیزی به جز اذن او رخ نمیده، اینجا مملکت اوست. لیکن تا زمانی که نشناختیش، به قول استادمون دکتر راتب نابلسی، تا زمانی که خدا را نشناختید به سراغ اعمالش نروگیش میشید. درست مثل یک بی سوادی که سراغ کامپیوتر بره، چی میفهمه ازش؟ سواد نداره. اول سواد داشته باش، بعد برو سراغ اینترنت، سراغ کامپیوتر. خدا را بشناس، بعد اعمالش رو نگاه کن. اون همه چیز سر جاش میبینی، همه چیز رو با معنا میبینی. فالیه تجارون، وقتی مصیبتی براتون بیاد دست دعا و نیاز و زاری و فریاد به سوی خدا برمیدارید. جعر یجعر جعار، جعار مثل خوار، یعنی فریاد کشیدن. جعر الرجل الی الله یعنی که تضرع و زاری کرد در دعاش. ولذا ابن عاشور علیه الرحمه میفرماد که اینجا این آیه عطف خبر بر خبره. استدلال جالبی میکنه. عجایب قرآن پایان نداره. بر هر شهری، بر هر مصری، بر هر قومی، بر هر ملتی، هر کسی به اندازه سواد و خودش. لیکن یک وجه مشترک داره بین همه. و اما عامی به اندازه عقل خودش ازش میفهمه، علامه به اندازه عقل خودش ازش میفهمه. لیکن اینها در تضاد نیستن، همه در یک راستان. علامه ابن عاشور میفرماد که اینجا از استدلال به مخلوقات خداوند، به مصنوعات خداوند، بخصوص آنچه را که در ذات انسانه یا آنچه که در
انسان رو فرا گرفته در دوربرش از موجودات. اینجا از این استدلال منتقل میشه به استدلال به خود نعمت ها، بلکه بسیاری از مردم از تدبر در نعمت، از شکر نعمت غافلند، کفران رو میورزند. ولذا در ادله های سابق قصد از استدلال بود، نعمت ها پیرو اون بود. اینجا نه، اینجا اصول تغییر میکنه. اینجا مقصود اول خود نعمت هاست که من به شما منت میذارم ای بندگان، این نعمت ها رو شما دادم، اون موقع عبرت بگیرید. و این خطاب به همه بشر رو شامل میشه. ولذا بعدش میفرماد که و اذا فریق منکم بربهم یشرکون، وقتی شما رو نجات بده گروهی از شما مشرک میشید. از اینجا ابتدا رو عموماً با نعمت‌ها شروع میکنه، بعد مهمترین راشون ذکر میکنه مثلا. و همچنین خطاب میتونه متوجه و مشرکان باشه که ای مشرکان، ای قبر پرستان، ای پیر پرستان، ای امام پرستان، ای لات و عزا پرستان، یادتون بیاد که این نعمت ها از طرف خداونده. شما خدایی دارید، منعمتون خداونده. منعمتون نه امام لاته، نه امام قرآن کرانه، نه امام زمانه، نه امام علی، هیچ کسی دیگه نیست. برای که همه اینها خودشون نعمت خور بودن. شما شنیدید که انسانی به غذا نیاز نداشته باشه، به آب نیاز نداشته باشه، به هوا نیاز نداشته باشه، به دستشویی نیاز نداشته باشه؟ نیست. همچین انسانی رو زمین نیست و نبوده. خب اگه نیاز داشته خب نیازمنده، پس نیازمند به نعمتهای خداونده. اون موقع نیازمند بی نیاز رو رها میکنه میره سراغ نیازمند؟ نه آقا، ما حجی مجی لا کرجی میکنیم، ما گناهکاریم، ما نمیتونیم. مسخره ها چیه؟ خودتو مسخره میکنی. خداوند میگه بخشنده گناه ها منم، شما میگی برای خود دین میتراشید. و ما بکن من نعمت فمن الله. وقتی در آیه سابق دو خدایی رو باطل کرد که آقا یه خدا مالا خدای نوره، یکی خدای ظلمته، همین سفسطه هایی که شیعیان برای امام ها میکنند اونا برای دو خدایی میکردن و مسیح سه خداییان برای سه خدایی میکنند، سالوسیان. و اونا میگفتند که یه خدای خیر داریم، یه خدای ظلمت، یه خدای نیکی و بدی، خدای نور و ظلمت. اینجا میفرماد که نه، هم خیر و هم شر اینا تصرفات خداونده. هر کی را بخواد نعمت میده و از هر کسی بخواد کشف ضرر میکنه، معالجهش میکنه. همه اینها هم پیامه، هم نعمت ها پیامه و هم نقمت ها پیامه، لیکن پیام نعمت ها شدید تره، بلکه در نعمت ها انسان خدا یاد غافل میشه از خداوند. و ما بکم، این بارو اهل علم میفرماد که با ملابسه، یعنی اون چی که همراهتون بود، اون چی که در پیش شما مستقر شده بود از هر نعمتی، من نعمتی، بیان ابهامه، ماش ما موصوله، من فمن الله، این منو بهش میگن من ابتداییه، یعنی که این نعمت ها از طرف خداوند همچنان متواصله براتون، یعنی که از عطای خداونده. این همه تأکید برای که نعمت ها از ذات خداوند صادر نمیشه، بلکه از صفت قدرتشه یا از صفت فعلش نسبت به کسانی که صفت افعال رو ثابت میکنن. و ما بکم نعمت، وقتی این مفید عموم باشه، یعنی همه نعمت ها، و همین خبر کافیه که این از پیش خداوند غنیه، ولذا نیازی به صیغه قصر نداره که دوباره
مقصور به خداوندش کنه. ثم اذا مسكم الضر، این ثم رو برای تراخی رتبی میگن، همچنان که غالب در عطف جمله هاست، برای که انسان وقتی که در وقت مصیبت به خدا پناه میبره، این شگفت‌تر و عجیبتر است خبر بینه که نعمت ها از خداونده. مضمون جمله معطوفه اندر مضمون معطوف علیها عمیق‌تره. مقصود این که خداوند جل جلاله مقرر می‌داره که مدبر اسباب تنها اوست، هر آنچه از خیر و شر به سر تو میاد تنها از طرف اوست. هیچ مخلوق خالقی جز خداوند نیست، هیچ معبودی جز خداوند نیست، معبود راستین. هیچ مشکل گشایی جز خداوند نیست، جز خداوند خالق دیگری ندارید. به دلیل اینکه خودتون هم اعتراف میکنید در وقت مصیبت به خدا باز میگردید. و لمس ضرر این یک استعاره. وقتی که یک ضرر کوچکی رو که بهتون برسه، صبر انسان تمام میشه، به سوی خدا حرکت میکنید، پس ضرر بزرگ من باب اولا است. و ما بکم من نعمت فمن الله. خداوند سبحانه و تعالی همه این مددها رو به من شما میرسونه، همه این رحمتها رو به من، نعمتها رو به من شما میرسونه. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر مهربانیشه، به خاطر فضلشه، به خاطر رحمتشه. و این نعمتها همچنان پی در پی میاد. مشکل کجاست؟ این یک نواختی نعمتها من شما که دستمون رو حس میکنیم؟ خدا نکرده وقتی دردی بگیره، دردی نگیره هیچ کسی حس نمیکنه. دندونت همچنین، چشمت همچنین، گوشت، اینا نعمت‌هایی است که یک دونه‌اش هزاران نعمت درش هست. با این حال من شما چون یک نواخته عادت کردیم بهش، اون یک نواختی خودش هم انسان رو فراموشی میندازه. و چون همه این نعمت‌ها سر وقتش هم تا نگاه کنی میبینی، تا گوش کنی میشنوی، سر وقتش همه چی حاضره. انسان عادت کرده، میگه که عادیه که. ولذا این باعث میشه که انسان از منعم حقیقی غافل بشه، مگه اینکه قلبش بیدار بشه، مگه که وجدانش بیدار بشه، مگه که ایمانش عمیق بشه. شیخ شعراوی خدا رحمتش کنه یه مثالی میزنه، میگه فرزندی رو شما نگاه کنید، پدرش سر هر ماه به اصطلاح پول جیبیشو میده و یه فرزند مشغوله، ولی اول هر جا بره اول ماه پدرشو میبینه که پدرش عادش داره که سر ماه پول جیبیشو بده. اما اگر به جای هر ماه هر روز مقداری بهش بده، سر و صبح میبینی هر روز میبیندش. و پس یک نواختی نعمت ها چه بسا که انسان رو از منعم غافل کنه، مگر اینکه انسان نیازی داشته باشه بره سراغش. ولذا خداوند سبحانه و تعالی اینجا من شما رو بیدار میکنه. ای بندگانم، من اگر نعمتی رو به شما دادم مغرور نشید، هر لحظه میتونم ازتون بگیرم. مواظب باشید این نعمتها شما رو از منعم غافل نکنه، بلکه خودتون همین پیام هایی که من براتون میفرستم اعتراف میکنید که منعم حقیقی جز من نیست. چطور؟ بلکه وقتی این نعمتها رو شما سلب کنم، کس دیگری نداری که پناه بری. شب روز خدا میگی، الله میگی، رب میگی، مگه اینکه انسان خیلی سوپر مشرک باشه، اصلا دین رو نفهمیده باشه، توحید رو نفهمیده باشه، که بره سر قبرها هیس کنه و حس کنه و عج کنه.
ای انسان خودت شاهد بر نفست میشه. انسان بر خودش دروغ نمیگه. وقتی گرفتار فقر بشید که را میخونید؟ وقتی گرفتار مریضی بشید که را میخونید؟ جز خدا را نمیخونید. خداوند نعوذ بالله که دروغ نمیگه که خاکم بدهن. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجأرون. وقتی گرفتار ضرر زیانی بشید، ضرر زیانی لمستون بکنه، شروع میکنید داد فریاد کردن سوی خداوند، الیه، خدا، سوی الله. این مدتی را که انسان در سختی میگذرانه درست مثل کباب میشه. این ضررها، این زیانها، این سختیها انسانو، اینا شلاقهای خداونده. بیا به سوی من. انسان میبره سوی خدا. نیاز انسان باعث میشه که خداشو بشناسه. ولذا پیامبر خدا میفرمود که ای خدایا منو با مسکینان محشور بکن. مسکینون جمع مسکین. گفت من مسکینیم، جمع مسکین میشینم. برای که نعمت انسان غافل میکنه. جبرئیل مخیرش کرد که پادشاه پیامبر باشد یا پیامبر فقیر. گفت نه، پیامبر فقیر. 3 ماه میگذشت در خونش آتش روشن نمیشد. آقا این حرف شنیدنش آسانه. من و شما ها روزی چند بار غذا نخوریم؟ چند بار، نه یه بار. آرام میشینیم. و مقصودی که مصیبت ها انسان رو به سوی خدا میدوانه، انسان رو به سوی مصدر حقیقی مدد سوق میده که مدد کننده تنها اوست. و در صورتی که نعمت ها، چه بسا که انسانو غالبا اینطوریه، مثلا انسان راحت بشه میخوابه، ناراحتی که بیداره. نعمت ها غالبا انسان رو از خدا غافل میکنه. مصیبت ها انسان رو تذکر به خدا میده، قلبش رو به سوی خدا میرانه، برای که میدونه جز خداوند کسی نیست کنه برطرف کنه. ولذا اهل یقین، اهل ایمان حقیقی، اونایی که خداشناسن، وقتی که گرفتار مصیبتی بشن میگن این مصیبت منو یاد خدا انداخت. یعنی چی؟ یعنی این مصیبت رو به نعمت نگاه میکنن که من غافل بودم، این مصیبت منو به سوی خدا راند، این خودش نعمت شد. گویا که مثل اورژانس کار میکنه، بیا به طرف خداوند ای غافل. و وقتی که انسان به سوی خدا باز میگرده، انسانی که به سرش مصیبتی اومده احساس تقصیر میکنه، خداوند بلا رو ازش بر میداره، قضا رو ازش بر میداره. چرا؟ چون انسان راضی به این مصیبت شد، میدونه که این مصیبت درش خیری هست. ولذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم من شما رو نسبت به این حوادثی که بر سرمون میاد در این زندگی، هیچ کسی نیست در این دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. به قول امام غزالی این طبیعت این زندگی رو خداوند اینطوری درست کرده که از یک مصیبت به مصیبت دیگه منتقل بشه. مهم اینه که عبرت هایی که من شما بگیریم، این مصیبت ها کارخانه انسان سازی است، انسان رو صیقل میده. هر کدوم از من و شما این تجربه، مؤمنان این تجربه رو داریم. پیامبر اکرم علیه السلام نسبت به حوادثی که بر سر من شما میاد به من شما میآموزه که جزع فزع نکنید، در مرگ سیاه پوشی نکنید، شیون نکنید، زاری نکنید، تا حدی که امام جعفر صادق که او صادق است و مدعیان پیرویش کاذب امروزه میگه کسی دستشو به رانش بزنه ثوابش 7 میشه. برای که اعتراض به تقدیر خداونده. مرده ای که همین امروز فوت کرده
اون موقع 1400 سال پیش چی؟ این دیگه تجارته. این دیگه همون سیاوشه که لباس حسین رو لباس سیاوش پوشوندن، سیاوش دوران زرتشتی. همچنان که چاه دامغان، همین که چاه سرداب ازش تقلید کردن، چاه جمکران ازش تقلید کردن. و رضا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به من شما یاد میده که مصیبت ها رو با جزا و فزع، با شیوان و زاری به سراغش نریم، بلکه با ایمان و خوشنودی و خضوع به سراغش بریم که نه همش از طرف خداونده. و این خضوع و این رضا به تقدیر خدا را در عصر حاضر در هیچ جایی نه دیدیم نه شنیدیم، مثل آنچه را که الان در غزه رخ میده که خداوند بر ایمانشون بیفزاید و این مصیبت ها را برشون نعمت کند و کسانی که بر سر اینها این مصیبت ها را میارند اونها را لعنت کند و پشتیبانانشون را، و هاکذا سوریه و کشمیر. و خداوند نسبت به انسان حساسه، بلکه خودش خلقش کرده و لذا این مصیبت ها رو میفرسته که برن به طرفش تا بگی یا رب لعلهم یضرعون، تا شاید زاری کنن، به طرف من زاری و فریاد کنن. در حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث قدسی میگن هست، من گشتم سندشو ندیدم ولی دیدم که معنیش درسته و هم شیخ راتب و هم شیخ شعراوی در روایت احادیث کمی متساهلن، بخصوص وقتی معناش درست باشه، معنای حدیث اگه درست باشه و ضعفش بسیار شدید نباشه روایتش درسته. من عبادی من احبهم فانا ابتلیهم لیقولوا یا رب. بعضی از بندگانم هستند که من اونها رو دوست دارم، اونها رو مبتلا میکنم تا بگن یا رب. ولی خب در لعلهم یضرعون آیه قرآنه، یا در سوره انعام آیه 43 میخونیم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقتی که مصیبت ما به سرشون اومد زاری میکردن، یعنی این کارو بکنید، به طرف من بیایید. خداوند سبحانه و تعالی از من شما میخواد که وقتی بلایی، مصیبتی، رنجی، دردی، خدا نکرده مرضی، موتی از خیشان، از فرزندان به سراغمون اومد، سینه نزنیم، زنجیر نزنیم، بدعت نکنیم، شعار شیطانی را مثل رافضیان ایجاد نکنیم که ماهای سال و بخصوص محرم و به ماه جاهلی مبدل کردن، بلکه خداوند میخواد که ما شما به سوی او تضرع کنیم، فقط نه به مرده های بیچاره پناه بریم که نیاز به دعای من شما دارن. وقتی شما تضرع به خداوند میکنید به او پناه میبرید، او رو یاد میکنید، این خودش عبادته. و رضا پیامبر اکرم علیه السلام من شما رو به این نقطه توجه میده که مصیبت حقیقی اون نیست که مصیبتی براش نازل شده. مصیبت اینه که شما از اجر محروم بشید. مصیبت اینه که به جای اینکه به سوی خدا بروید به سوی قبرها بروید، شرک بورزید، به جای توحید شرک بورزید، به جای خدا پرستی قبر پرستی بکنید. ولذا کسانی که خداوند بهشون نعمت داده بدونه که این نعمت باعث نشه که از منعم غافل بشه، یا بدتر از اینکه صاحب این نعمت ها را مثل مشرکان قبر پرست، اصحاب قبور بدونی که کلن چنین عقیده انسان از توحید و از اسلام خارج میکنه. اما کسی که مصیبت برای به سرش میاد، این مصیبت در مؤمن نعمته، در که اون به طرف خدا میرانه و پناهگاه جز خدا هم نخواهد داشت.
فالیه تجأرون، به سوی خدا دعا میکنید، تضرع میکنید، داد و فریاد میکنید و این داد و فریادتون رو پنهان هم نمیکنید، دستاتون رو بلند میکنید تو مسجد، زاری میکنید، برید دوربر خانه کعبه ببینید که مسلمانان چطوری زاری میکنن، چنان خشوعی اونجا حاکمه. باز مشرکان رو میبینید علی علی میگن، میرن کنار رکن یمانی که علی از اینجا متولد شده. خاک بر سرتون، این چه وضعیه؟ این دروغ‌ها رو درست کردن. بابا وقتی که علی متولد شد کعبه یه بتخانه بود، یعنی در بتخانه متولد شدن فضیلتیه؟ اگه فضیلتی می بود پیامبر اکرم علیه السلام از همه اون امت برتره، فضایلش بیشتره، چرا اونجا متولد نشد؟ برای اثبات نبوتش. ولی با دروغ چیکار میتونی بکنی؟ و ولذا قرآن من شما رو به این نقطه توجه میده که از مصیبت ها پند بگیریم به جای گریه و زاری کردن. اگر نه این مصیبت ها شما رو به سراغ خدا میکشونه. ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، که انشاءالله میذاریم از جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. امروز جلسه 55 مونه راجع به فلسطین در سال 1977، 2 سال قبل از انقلاب ایران، 77 میلادی، 8مین کنفرانس بررسی های اسلامی در ازهر شریف منعقد شد. در این کنفرانس اعلان جهاد شد برای آزادی فلسطین و اون چرا که در لبنان هم اتفاق افتاده بود بهش توجه کردند. بیانیه کنفرانس اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، در جوار ازهر شریف در سرزمین قاهره دوستان اسماعیلیان بناش کردند و مصر و اسماعیلیان عبیدیان چنان شرک خونه کردند که مدتی هم در ایران حکومت کردند که هنوز آثارش که تصوف باشه در اونجا هست. لیکن خداوند صلاح الدین ایوبی رو خیر بده که تونست مصر رو دوباره به دامن توحید و سنت بازگردانه. و جالب اینه که در ایران شرک زده در ایام صفویه هم شاه اسماعیل صفوی دوم میخواست همین کار رو بکنه، لیکن ترورش کردن. در سرزمین قاهره کنفرانس 8م بررسی های اسلامی به مدد خداوند و توفیقش و به خاطر استجابت به اینو شما نشون بدم. استجابت به امام اکبر که اولین بار که امام اکبر بهش گفته در ازهر مطرح میشه با عنوان لقب، ولی ارزششون دارن برای اینکه باسوادن، درس خوندن. دکتر عبدالرحیم محمود و شیخ ازهر غالبا هم صوفی بودن، ایشون هم همچنین. شیخ ازهر و رئیس کنفرانس از 45 کشور، از علمای 45 کشور اونجا حاضر شدن از همه دنیا تا برای بررسی مشکلات دعوت اسلامی دور هم بشینن، راه حل پیدا کنن در پرتو آنچه از کتاب خدا و سنت رسول الله هستش. این نقطه است که مسجد مکی، مدارس پاکستان، مدارس دیوبندی پاکستان، مدارس بریلوی پاکستان، مدارس افغانستان،
نیاز به این مطلب دارن. نمیدونم کی میاد که سرورانمون به این مسئله متوجه کنند که یک مذهب امکان نداره مشکلات یک جامعه رو بتونه حل کنه. امروزه مشکلات جامعه چنان پیچیده، نه که یک مذهب بلکه 7 مذهب هم کفایت نمیکنه. و اینجاست که استادمون دکتر فتحی دورانی میگفت که واقعا یه مجتهد بود که تصور اسلام بدون اجتهاد قابل تصور نیست. اینکه انسان اسلام رو تصور کنه بدون که اجتهاد باشه اصلا قابل تصور نیست. یعنی چی؟ برای حکم همچنان که استنباطش نیاز به اجتهاد داره، تطبیقش هم نیاز به اجتهاد داره. کسانی که موافقات شاطبی رو خونده باشن این مسئله رو درک میکنن و ایشون چنان در موافقات شاطبی متبحر بود که بعد از دکتراش ازهر ازش خواسته بودن که شما همینجا بشین همین کتاب تدریس کن. گفت نه، من میرم شام. اونجا آمد کلیه شریعه رو با مصطفی سباعی رحمت الله علیه ایجاد کردن. ورزا وقتی من رفتم از شام، من ویزایی که گرفته بودم برای 3 روز بود. یعنی سفارت از من خواست، اون موقع سفارت مصر نبود، فکر کنم سال 80 بود، در عربستان نبود. گفتم که سفارت سوریه از من خواست که چند روز ویزا میخوایی؟ 3 روز یا 3 ماه؟ گفتم نه 3 روز، من میرم برای مصر. اونجا که رفتم از با اینا مشورت کردم، گفت نه همینجا بمون، الان از مصر قوی تریم ما. مقصودم چی از همه این حرف ها؟ اینه که مدارس اسلامی خودشونو، عذر میخوام از این تشبیه، خودشون مثل گیتوهای یهود قرار ندن، مثل حوزه های شرکی شیعه قرار ندن، دراشون نبندند که افکار ما و افکار ما، استادان ما چون این گفتند و استادان ما چون این گفتند. این تنگ نظریه. این دنیا رو ندیدنه. دیدن دنیا به حرف نیست. چرا انسان نباید از مدارس اسلامی، از دانشگاه های اسلامی بهترین استفاده رو بکنه؟ از ازهر، از دانشگاه اسلامی، از دانشگاه امام، از دانشگاه عربستان سعودی، از دانشگاه اسلامی پاکستان، از دانشگاه اسلامی مالزی. در سراسر دنیا اسلام یه چیزه. مولانا روم چقدر جالب میگه هر کسی اسلام مثال میزنم مثل پیلی، مثل شطور. خب هر کسی چشماشو بسته، یکی دومشو میگیره میگه اسلامی، یکی پاشو میگیره، یکی شاخشو میگیره. این کوری رو میرسونه. برزا وقتی من حتی فهمیدن این مطلب، من میدونم برای عوام که خیلی سخته. خودمون در مثلا سال دوم دانشگاه بودم، هنوز این مسئله مذهب برای ما یه مشکل بود. تا 1 سال 2 سال مثلا من مدینه رفیاده نمی کردم، از بس که ما رو ترسوندند که مذهب یعنی دین، از مذهب خارج شدی یعنی تمام شد. این اصلا اینطوری نیست. به هر حال من از استاد دورانی سوال کردم که مذهب شما چیه؟ خندید. شما فقه مقارن تدریس میکرد. گفت یا شیخ ایران اندی ثبت مذاهب. شیخ ایران شوخه میکردم. من تنها ایرانی در اونجا بودم و من 7 مذهب دارم. این جمله مهمه. اگر قولی را در این مذاهب پیدا نکردم، میرم سراغ مذاهب قدیم ببینم اونا چی گفتن. اولا این نشون میده که عالم چقدر به مذهب احترام میذاره، چقدر به اجتهادها احترام میذاره. همین روحیه رو در یکی از موحدان هدایت شده ایران، خداوند حفظش کنه، نمیخوام اسمشو بگیرن تا اذیتش نکنن، چون هر بار اسمشو گرفتم اذیتش کردن. سالها قبل من ازش پرسیدم، حتی قبل از این که من برم تحصیل، یعنی شاید سالهای
80 81 این حدودا یا 79 یادم نیست. شما مذهبتون چیه؟ گفت که من سعی میکنم، به این معنا سوال کردم که خودم هیچ موقع رأی صادر نکنم مگر اینکه یکی از مذاهب گفته باشه. روش علمی اینه. الان این بعضی بچه عذر میخوام این حرف میزنم، بچه سلفی ها که خودشون سلفی میدونن و سلفی نیستند، اصلا نمیدونن سلفیت چیه، نه سوادشو دارن، نه درسشو دارن، نه علمی خوندن، همطور خود مثلا نمیدونن که ان حرف جره. خب ان ابی هریره، میگن ابو هریره، یعنی این حرف جار و مجرور بلد نیست. میگه اونا مجتهدن ما مجتهدیم، هم رجال و نحن رجال. این حماقته، این نادانیه. جاهل چه در هر دینی باشه خرابش میکنه، در هر مذهبی باشه کارو خرابش میکنه. جاهل وظیفه‌ش اینه که از عالمان سوال کنه، نه اینکه خودش اجتهاد کنه، نه اینکه خودش مجتهد بشه. و بازگردیم به موضوع اصلیمون. ببخشید طولانی شد. مقصودی که اینجا از 49 کشور جمع شدن، صوفیان، اهل مذهبن، مقلدن، غیر مقلدن. خب همه میگن که ما در پرتو کتاب خدا و سنت رسول الله اینجا جمع شدیم، نه اینکه در فلان مذهبیم، با احترامی که مذاهب دارن. تا زمانی که دیدگاه طالبان، دیدگاه مدارس دیوبند، دیدگاه مدارس همه مقلدان بخصوص در کشورهای عرب، در کشورهای عجم اینطوری باز نشه، پیشرفت نمی کنن. این بسته بودن بود که این تقلید مذهبی یکی از علتهای سقوط دولت عثمانی بود. برای ای طالبان ارجمند عبرت بگیرید، ای مدارس دیوبند عبرت بگیرید، ای مسجد مکی عبرت بگیرید. خب پس اینا راه حل ها رو در کتاب سنت جستجو میکنن. از 49 از 45 کشورم بهترین علماشون جمع شدن اونجا. در صبح روز شنبه ذوالقعده 1397 هجری برابر با اکتبر سال 1977 این کنفرانس تصمیم قاطع خودش را برای تقویت دانش و فهم در میان مسلمانان، این که برای حفظ مقدساتشون چه کار باید بکنن و چطوری اذیت و آزار ازشون برطرف بشه و کشف نقشه های دشمنانشون که برای تذلیل مسلمانان از حقایق دینشون هستش، ما اینجا جمع شدیم و دعوتشون به وحدت، این که با بر و تقوا و همکاری کنن. برای اولین بار که از رئیس کشور هم تشکر میکند از محمد انور سادات که چون کنفرانسی رو اجازه داده و حتی نائبش رو فرستاده، فکر به دعوت میکنه. این در ایام سادات یه پروژه‌ای بر مسلمانان باز شده بود و متاسفانه طرفداران رژیم ایران او رو ترور کردن و الان هم اظهار پشیمانی کردن. به هر حال این کنفرانس رو به ایشون نمایندهش که مبارک باشه میفرسته، این کنفرانس رو افتتاح میکنن. بعد اینا به خاطر پیروزی 10 رمضان که مصادف بوده که ارتش مصر قلعه های صهیونیست ها رو به اصطلاح فتح کرده، صهیونیست که رمز تعدیه داشتن جشن میگرفتند و در این پیروزی اونو تبریک گفتن و بر خاطر نشر اسلام که قائم بر حق و عدل هم اینا اینجا جمع شدن. و خود این کنفرانس از شیخ امام اکبر دکتر عبدالحلیم محمود شیخ ازهر
که زحمت کشیده این کنفرانس رو اداره کرده هم تشکر میکنه. بعد راجع به فلسطین و اشغالگری اسرائیل، این کنفرانس اونچه از توصیه ها و مقرراتی که در دورهای سابق بوده برای آزادی سرزمین عربی که فلسطین و سوریه و اردن و لبنان و مصر که اسرائیل غصب کرده برای آزادیشون کار میکنه و دعوت به جهاد به خاطر آزادی این سرزمین ها میکنه و مقرر میداره که فلسطینی ها باید به سرزمینشون بازگردن و دولتشون رو با اراده آزادشون ایجاد کنن. و این کنفرانس اعلام میداره که بس وظیفه مسلمانان اینه، نه که خاتم بخشی کنند و بفت مجانی بدن به اسرائیل که نصف شما باشه و یک صدمش مال ما. و این کنفرانس اعلام میداره که اهل فلسطینی که از اونجا اخراج شدن کاملا حق دارند به سرزمین خود بازگردند. هر حقی را دوستان که مدافعی داشته باشه بالاخره صاحبش بهش میرسه. الجزایر 130 سال زیر اشغال بود، فلسطین تازه 70 ساله. عالمان دنیا پرست با الجزایر همکاری میکردن به عنوان واقع گرایی، به عنوان معتدل، به عنوان چی؟ مجاهدان خون میدادن. بالاخره الجزایر آزاد شد. اونایی که به دولت ها بودن کسی اونا رو نمیشناسه. کسی که عبدالقادر جزایری رو نشناسه، بن بادیس رو نشناسه. هنوز مغز، رأس، سر مجاهدان فلسطینی ببخشید الجزایری در فرانسه که ادعای مهد آزادی بودن میکنه، سرهاشون اونجا هنوز توی موزه ها. یعنی آدم خار اسمش دموکراسی بذاره خلاص صلح طلب میشه، آزادی طلب میشه. و این کنفرانس اعلام میداره که اهل فلسطین که از اونجا اخراج شدن باید با بقیه برادران فلسطینیشون، با بقیه فلسطینی ها یک دولت مستقل تشکیل بدن به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین. البته اون موقع آزادی بخش فلسطین یک سازمان بود، الان که در دامن اسرائیل افتاده، الان اگه انتخابات هم بشه کسی انتخابش نمیکنه. و این کنفرانس اعلام میداره که بیت المقدس باید به زیر سلطه اعراب مسلمانان در بیاد، همچنان که قبل از تعدی اسرائیل بوده و این شرط اساسی در هر گونه بحثی است، در هر گونه گفتگویی است. و راجب لبنان هم اعلام می‌داره که اونچه از حوادثی که در لبنان اتفاق افتاده، حوادث تعصب‌باری همه مسلمانان ناراحت کرده و این کنفرانس از همه مسلمانان میخواد که یه لجنه دائم تشکیل بشه، یه کمیته دائمی برای تحقیق اهداف این کمیته ها و برای حل مشکلات مسلمانان در قبرس، در اریتریا، در تایلند، در بقیه سرزمین هایی که مسلمانان درش در اقلیتن. متاسفانه تا حالا در هیچ کنفرانسی شما ندیدید که به اوضاع اهل سنت ایران اهمیت داده بشه تا قبل از اینکه این بنده ناچیز با کمال تواضع بیام تو اروپا. قبل از اون هر چی نگاه کنید در هیچ مجله شما چیزی نمیبینید، در هیچ کنفرانسی به چیزی مطرح نشده. بعداً به حمدالله تو همه تلویزیون ها افتاد، تو همه روزنامه ها به عربی به انگلیسی. الان خدا رو شکر 4 تا تلویزیون هست، 3 تا تلویزیون هست و خدا رو شکر اینا فضل خداونده. خب و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بریم سراغ کلیپ هاتون. آقای محمد انس باباجان: امام علی رحمه الله رئیس جمهور تاجیکستان میگوید مساجد باید تحت نظارت باشد و آنجا جای تعلیم و تربیه نیست، آنها مدرسه نیست. خب این کلمه حقی است که اراده باطل درش هست.
تحت زین نظر اوقاف اسلامی باشه اشکالی نداره، لیکن اینکه مساجد برای تخریب مساجد باشه، و من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها، ظالمتر و ستمگرتر از کسی که مانعی میشه که در مساجد ذکر خدا بشه، یاد خدا بشه، قال الله و قال رسول گفته بشه. مساجد آخرین پایگاه مسلمان هاست. بشنویم ببینیم چی میگه. مسجدها تحت نظارت باشد. میره در مسجدها اونجا جای اکسیون نیست، اونجا جای امتحان نیست، اونجا جای سنجش نیست، اونجا جای سوالجواب و هم چیزهای بی‌معنی نیست، اونجا مکتب نیست، اونجا جای خانه خدا رفت طاعت عبادت کرد، نماز خوان دادی. همین در تمام حدود جمهوری. خب این یک زورگوییه، این یک دیکتاتوریه و یک استبداد مساجد، هم بر عبادت، هم بر نماز، هم بر تدریس قرآن، هم بر تدریس سنت نبوی است و هر آنچه که اسمش ذکر خداست. و کسی که جلوی مساجد بگیره قرآن اونو ظالمترین فرد نامیده. خانم فاطمه از کردستان علیکم السلام الله. استاد عزیز خدا قوت میگم سلامت. اگه زن و شوهر اگه دستشون به هم لمس بشه، چه از قصد باشه چه نادانسته، آیا وضو باطل میشه؟ در مذهب شافعی بله، ولی راجح قول جمهور فقها است که باطل نمیشه. جمهور فقها دلیلشون خیلی قوی تره، به دلیل اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و همسرش عایشه رو میبوسید و میرفت مسجد نماز میخوند، وضو نمیگیره. اگه با عمو و دایی شوهر دست بدی آیا جایزه؟ وضو باطل. با هر کسی که ازدواج باش جایز هست دست دادن زن باش جایز نیست. با هر کسی که ازدواج باش جایز نیست بله میشه دست داد با محارم. دوستان زنگ نزنید، زنگ بنویسید. شما خودتون رو معرفی نکردید. سلام استاد عزیزم علیکم السلام تعالی. شما که 09 آخر شمارتونه. من 28 سالمه، آرزو داشتم با دختری با ایمان ازدواج کنم. حالا الله تعالی برام فراهم کرده، خدا را شکر، و من و اون دختر قراره با هم ازدواج کنیم. برام دعا کن وصلتمون آسان بشه، خداوند آسان بفرماید و همه راضی بشن که سریعتر من و اون دختر عقد کنیم. ولی همیشه نماز استخاره بخون، هم شما و هم ایشون، هم استخاره و هم استشاره، مشورت با خانواده ایشون، با خود و با خانواده خودتون، و استخاره با خداوندتون. برام دعا کن صاحب کار رو بهترین شغل بشن، خداوند امورتون رو میسر کنه. دیدن خانه کعبه که اونجا مهد توحید هستش، میخوام اونجا رفتن نصیبم شه. خداوند بر شما و ما میسر کنه و دوستان و الله رسول خواب ببینم و اهل بهشت باشم. زیاد بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درود بفرست و به سنتش عمل کن، انشاءالله که خوابش خواهیدی. اللهم تعالی مجاهدین هم اصلا پیروز کنه و ریشه سهم رو بکنه. آمین یا رب. دوستانی که اولین بار خودشونو پیام میفرستند خواهش میکنم رو خودشونو معرفی کنند و بفرمایند که از چه شهری هستید و اگر سطح تحصیلاتون هم بنویسید که چه بهتر. سلام، خدا قوت، خدا به شما عمر با برکت بده، ما و شما انشاءالله. ما هر شب برنامه رو ریزی میکنیم که برنامه شما رو ببینیم، خوشحالیم الحمدلله و خدا شکر میکنیم که ماهواره داریم که دری شده برای حضور در کلاس تدریس شما. ای کاش همه شبکه‌های توحیدی توکل به خدا و اخلاق رسول الله رو داشتن و با هم
هیچ مشکلی نداشتن. این امکان نداره. اگه مولاها دعوتگران با هم هیچ مشکلی نداشته باشن قیامت وا میشه. شیطان ترکلی بیکار میشه. اینجا جولانگه خوبی ها و بدی هاست. دنیا طبیعتش اینطوریه. آقای محترم لطفا زنگ نزنید. پیامی داشتی بنویسید. معمولا بعضی از یعنی که زنگ میزنن برای مزاحمت زنگ میزنن. با توکل به خدا نیازی به افتادن در دام صهیونیست ها نبود. دنیا پرستیه دیگه که انسان های خوش ظاهر و بد باطن در شبکه دعوت نمی کردن. نه طبیعت آقا من شما از زمان رسول الله بالاترین. ثلث لشکر پیامبر منافقان بودن. ابن سلول عبدالله ابن سلول در حساسترین لحظات همراه پیامبر با جهاد هم می رفتن. حساسترین لحظات کنار کشید. طبیعت دنیا اینطوریه. بله. بلکه اینجا در رول امتحانه. اخلاق سلوک تا تونست ایثار کرد و در حادی وقتی که در زمانشان کره زمین تا من معلم هستم. بعد 30 سالم که در گیجی بودم خدا توفیق داد در مناطق سنی نشین جنوب رفتم. از دانش آموزم که سنی مذهب بود پرسیدم من هیچ فرقی بین تشیع و اهل سنت نمیبینم. چه فرقی بین شما و تشیع هست؟ تازه از نمازخونه اومده بود. گفت دل ما با هم فرق میکنه. من این جمله پرسش من شد. برای سالهایی که تو اون منطقه بودم به لطف خدا فهمیدم راست میگفت. دل کسی که با یک خدای حاضر و ناظر داره و با یک چشم به همه بنده هاش نگاه میکنه و فامیل بازی و پارتی بازی نداره، با دل کسی که چند تا خدا داره از جنس خودش فرق میکنه. پس دیدگاه متفاوتی زندگی دارن. یه جمله دانش آموز ببین. وقتی از دل براید بر دل نشیند. و این دلیل انصاف شما بوده. اگر در قلبت انصاف نمی بود خداوند نور هدایت رو به دلت نمی فرستاد. ما ایرانی ها برامون عجیبه که بود خدا نبوده واسطه بوده و تمثیل انسان های بزرگ بودن اینو بیشتر توضیح بدیم. و این برای ما که تا به حال اشتباه فکر کردیم این لغت دوباره با ترجمه بشه. بله. و یبتغون الیهم الوسیله اینو آخوندهای شیعه تحریف کردن. ائمه بزرگوار اهل بیت حتی یکیشون یک نفرشون از امام علی تا امام حسن عسکری این توسلی را که شیعه درست کرده توسل نجوستن. یک بار نگفتن یا علی مدد یا محمد مدد اصلا و ابدا. اگر کسی چونی میگفت باش میگنگیدن. بلکه شرک صریحه. به قول آیت الله برقعی آیا اصول دین امام با اصول دین مأموم فرق میکنه؟ امام موحد مأمومش مشرک بشه؟ امام خداپرست مأمومش امام پرست بشه؟ خداوند دستان رو بگیره. و بسیار خوشحال میشیم که وقتی داستان هدایت شدگان رو میبینیم. و یک اسم مستعار هم بدید لطف کنید بیشتر توضیح بدید که اولین جرقه‌ای که شما اشاره کردید چطوری شما رو به هدایت رسون. یعنی مقصودم اینه که از هدایتتون بیشتر توضیح بدید متشکر میشم. الو آقای محترم خواهش میکنم پیام بذار زنگ نزن. ما که میدونم تو مزاحمید. شهادتگوی اطلاعاتی ما نمیخواییم. شهادتگوی اطلاعاتی برای شما شهادت تو اطلاعات بگو. شهادتگو مثل اینا نیازی به چیز دیگه ندارن. ما دست شما رو سال هاست که خوندیم. آقای سلطان سلیم قضاوت با شما عقیل بی عقل تأکید به دعوت این ضد مسلمان وحید جهنمی به خانه مردم، مصاحبه وحید جهنمی در حمایت از اسرائیل و تأکید ادامه کشتار بیگناهان در غزه تل آویو 7/1/2024.
سفرتون به اسرائیل امروز به میدان گروگان ها اومدید. چرا این میدان انتخاب کردین که قسمتی از سفر شما به اسرائیل باشه؟ من فکر کنم این بزرگترین نقطه‌ای هست که ما باید می اومدیم، مهمترین جایی است که باید می اومدیم. بله، یادتون باشه بهاءالله مرقدش به اصطلاح قبرش گورش در فلسطین اشغالیه. یعنی این مذهب منشأ یهودیت داره، همچنان که تشیع منشأ یهودیت داره. عرض معذرت از همه شیعیان، امامتو کی درست کرده؟ مگر نه که خاخامی به نام ابن سبا؟ ایناش نهج البلاغه که شما خواهر قرآن میدونیدش، چرا حرفی از امامت نمیزنه؟ و درویش ها میتورین. بله، خانواده هایی که عزیزانشون رو الان بیشتر از 90 روز گروگان گرفتن، این تروریست ها گروگان گرفتن در کشور خودشون، در سرزمین اشغالی خودشون مبارزه میکنن سرزمینشون آزاد کنن. اینا تروریستن؟ پس شما تروریست دارید اگه این منطق درست باشه. شما نسبت به ایران خیلی تروریست دارید. رفتی با اسرائیلی که ظاهرا با ایران میجنگه و ظاهرا البته داری همکاری میکنید بر علیه جمهوری اسلامی، پس اونها شما رو با این منطق شما رو هم تروریست میدونن، پس خون شما رو حلال میدونن. این چه منطقیه؟ مردانی مبارزانی بر علیه اشغالگران کشور خود بجنگن، ارتشیان پوشاک پوش و اسیر بگیرن، اینا تروریستن؟ اون موقع این تروریستای حاکم خونریزی که 70 سال اونجا رو اشغال کردن، در همین جنگ فقط نزدیک به 20,000 نفر رو کشتند، اینا آزادی بخشن؟ وقتی قلب انسان چپه بشه، به قول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، همه چیزو وارونه ببینه. علت اینه. گناه شما نیست، گناه اون منافقان و درنگان و حق بازان نیست که شما را به خاطر اینکه پاسپورت بگیرن، به خاطر اینکه اینو آنو از خود راضی کنن، به خاطر اینکه انجام وظیفه بکنن، به خاطر اینکه مزدوری بکنن، به خاطر اینکه بسیاری از دعوتگران در دامن صهیونیسم اندازند که ما به قدرت برسیم. گناه ها اونهاست. قبل از کلمه کی شما رو میشناخت؟ بله، این لغزش دعوتگر ببینی چقدر گرون تمام میشه. لذا به نظر بنده حقوق اینا حرامه. ایستادن در چنین تلویزیونی که سخنگوی اسرائیل بشه، حقوقشون حرامه. بگذاریم از مزدوریشون. من که سال هاست که از مزدوریشون گفتم که و متاسفانه این نهادهای بین المللی هم به نظر من کارشون رو نمی‌کنن. الان صحبت ما با خانواده ها بر سر همین بود. یعنی کاسه داغ‌تر از آش به این میگن. کاسه داغ‌تر از آش به این میگن. همه دنیا متفقه بر علیه اسرائیل. این آقا ولی الان به من حق میدید چرا به کلمه تسلیت گفتم از همون روز اول؟ ما هیچ اطلاعی نداریم از این گروگان ها و اینا بزرگترین مسئله. اینا گروگان ها اسیر جنگی هن، اینا ارتشی هن، اسیر جنگی هن. لشون این اصلا نمیدونن که عزیزانشون زنده هستن یا نیستن، کجا هن. یاره نامردی بیشتر از این، بیوجدانی بیشتر از این. یک کلمه راجع به 20 چند هزار کشته و میلیون ها، صدها هزار در به در حرف نمیزنه. چرا؟ و یبتغون عندهم العزه، دنبال مال و مقامن، از اسرائیل مال و مقام میخواند. و فردا اگر ورق عوض شد، همین الان به تو میگم، اینها بزرگترین تروریست آینده خواهند شد. کسی که نام الله بگیره زیر خاکش خواهند کرد.
اون موقع شما میدونید که مزدوران کلمه چه جنایتی کردند و همکاران کلمه چه جنایتی کردند. جاده صاف کن بیدینان و ضد دینان و فراماسورها و صهیونیست ها چه وضعیتی هستن؟ رد کراس این کار رو انجام نمیده، یعنی درخواستش رو از حماس مستقیم انجام نمیده و تمام فشارها متاسفانه الان ما میبینیم رو اسرائیله که شما جنگ رو متوقف متاسفانه بفرمایید متاسفانه فقط چاپلوسی میکنه، فقط چاپلوسی. ملعون خمینی در مورد شایعات جنگ و پیام به ارتش عراق، اینو سابقا پخش کردیم. ملعون خامنه‌ای بعد از ظهر امروز در دیدار خانواده ملعون سلیمانی گسترش پیش از پیش نام و یاد و خصوصیات این ملعون را ناشی از اخلاص این ملعون سلیمانی دانستند و تحقیق کردند مهمترین نقش و خدمت این ملعون احیای جبهه مقاومت در منطقه بوده است. بارها گفتم ایران الان در فلسطین رسوا شد برای اینکه مشتش باز شد که بهشون خیانت کرد. ثانیاً با فلسطینی‌ها همون کاری را خواهد کرد که با مجاهدین افغان کرد، به همه پول داد، همه را ضد هم شورون. این نقش سلیمانی ملعون بود. و دوباره یادتون باشه که اگر قضیه فلسطین نمی بود ایران در منطقه عربی هیچ مشروعیتی در میان عوام هم پیدا نمی‌کرد. لیکن الغریق یتشبث بكل حشیش، مشکل اینجاست. در این دیدار که در آستانه 4مین سالگرد کتلت ملعون سلیمانی برگزار شد، با تاکید بر اینکه مقاومت نزدیک به 3 ماه غضب علت وجود جبهه مقاومت است، ایران دیگه سوء استفاده میکنه. گفتند ملعون سلیمانی برای احیای جبهه مقاومت به تلاش بسیاری کرد و این کار را با همان اخلاص و با تدبیر و عقل و اخلاق به پیش برد. خب دیدیمش، همینو در بلوچستان هم پیش برد. به بامری پول داد تا مولانا عبدالملک شهید کنه، به مجاهدین افغان که چه فتنه ها در میانشون بپا کرد. نقش تشیع در طول تاریخ همین بوده. اگه دوباره زنگ بزنی قفلت میکنم، مواظب باش. این خدا رو شاکریم که اجر دنیوی شهید سلیمانی رو جلوی چشم ما هر روز بره به این شخص بزرگ، این شخصیت. اولا شهادت برای مشرک نیست، شهادت برای موحده، نه برای مشرک خونریز قاتل. بریم جلوتر. برجسته اهدا میکنه. اون چی که شما ملاحظه میکنید این بست و نشر اسم ایشون، یاد ایشون، برای که دولت شما با دولت همش پشتیبان اینی، برای که هویتتون از چین فرهنگ میگیرید، فرهنگ تروریستی، قتل، ظلم، جنایت، خون بچهای و کودکان سوریه و عراق و یمن برگردن تو سلیمانی است. این اجر دنیاییه. این بزرگوار دنیا لعنتش میکنه. شما این حرفا رو میزنید، شما ماسمالی میکنید، همه مظلومان دنیا لعنتش میکنن. اجر اخروی که ما نه اصلا تصورش نمیتونیم بکنیم.
نمیتونیم بفهمیم که چیه. این عجز دنیایی است. از روزی که ایشون شهید شده تا امروز من تصور میکنم اسم شهید سلیمانی و یاد شهید سلیمانی و خصوصیات از شهید سلیمانی بیشتر از زمان چندین برابر زمان حیاتش در بین مردم داره. برای که مذهب شما مذهب مرده پرستی است دیگه. مذهب شما زنده ها را میکشید و از مردگان سوء استفاده میکنید. مذهبتون همینه. چیز جدیدی نداره. اون چه که بود شما نوشته بودید، خدا خیرت بده. من میخواستم سنی بشم، امشب در حق من کم لطفی کرد. این برخورد درست نبود. شما دارید دروغ میگید. سنی شدن که نیازی به تلفن زدن نداره، که نیازی به پشت دادن نداره، که شما از بلندگو سوء استفاده میکنید که پشت بدید. اگه میخواستید سنی بشید مینوشید. بله. بیا. بعدش هم 10 تومن رو داری پوش میدی، اینجوری سنی میشی. استاد شبکه کلمه دچار خطای بسیار عقیدتی شده. مدیران کلمه جناب آقای هاشمی خدمتی باید بیان اعلام براءت علنی از صهیونیست‌ها به ایرانی کنگ امثال جانوردی و جوه جهنمی باید معذرت خواهی کنند از اهل سنت. مسئله بعدی این حکومت با این مخالفین نادان و بیعقلی که داره هیچ وقت سقوط نمیکنه. بله، خداوند ملتی که پشت ظالم باشه عقیده الهی که داشته هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه. متاسفانه به نظر من کلمه انجام وظیفه میکنه، مأموریت داره. من سال هاست که این مسئله رو گفتم و دلایلش هم ذکر کردم. سلام استاد، خدمت نباشید. بنده 24 سالمه و 3 سال که الحمدلله موحد شدم. الحمدلله به لطف شبکه‌های توحیدی. استاد باید در دل با شما کنم اینکه در این دنیای پر از فتنه و پر از شهوات مختلف و هجم‌های شدید شبهات، آیا به تنهایی قرآن کریم سنت پاک نبوی میتواند برای یک جوان مؤمن کافی باشد تا او را در دنیا؟ بله میتونه کافی باشه، ولی این معنی این نمیشه کتاب دیگه نخونه. با انسان باید معلوماتشو آپدیت کنه و در هر موردی باید یک کتاب بخونه. معنویات انسان با علم، با دانش، با عبادت قوی تر میشه، بالاتر میره. و امروز دیگه من کتاب دیگه معنی نداره. شما میتونید از سایت عقیده بهترین کتابه ها رو دانلود کنید، مفت مجانی بخونید. خداوند دستان رو بگیره. و 4 سالمه 3 ساله که 24 سالمه و 3 ساله که موحد شدم. اگه لطف کنید داستان هدایتون توضیح بدید خیلی متشکر میشم. از معهد لاهور دیدار امروز شیخ محمد تقی عثمانی با سفیر فلسطین، خدا حفظش کنه. فتواش فتوای راجع فلسطین فتوای بسیار جالبی. मेरी सोचों का महवर है मुफ्ती तकी, एक मर्द कलंदर है मुफ्ती तकी। मेरी सोचों का महवर है मुफ्ती तकी, एक मर्द कलंदर है मुफ्ती तकी। आसमाने फकाहत पे देखो जरा, आसमाने फकाहत पे देखो जरा, आसमाने फकाहत पे देखो जरा। आफताबे मुनव्वर है मुफ्ती तकी, आफताबे मुनव्वर है मुफ्ती तकी। خداوند حفظشون کنه و بهشون برکت بده.
به خودشون، به مدارسشون، شاگردانشون. آقای عبدالله از بوشهر: کمبود اخلاق در میان دینداران. شیخ البانی 2 دقیقه. به به. كنت أظن أن المشكلة في العالم الإسلامي إنما هي فقط ابتعادهم عن فهمهم لحقيقة معنى لا إله إلا الله، ولكني مع الزمن صرت أتبين أن هناك مشكلة أخرى في هذا العالم تضاف إلى المشكلة الأولى الأساسية، ألا وهي بعدهم عن التوحيد. المشكلة الأخرى أنهم أكثرهم لا يتخلقون بأخلاق الإسلام الصحيحة إلا بقدر زهيد. لقد جاء این سخن تقریبا بین دعوتگران بزرگ شبه اتفاقه در این مورد. أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمر بحسن الخلق، وقد جاء في بعضها أن رجلا توصى أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الخلق. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث عظيم جدا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. إن كثيرا من المتعبدين تراهم صواما قائمين في الليل والناس نيام، ومع ذلك فلم يتخلقوا بأخلاق الإسلام إلا بقدر زهيد جدا. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، أمره عظيم جدا، لأن من كان في معاملته مع المسلمين حسن السلوك فكأنه قام الليل وصام النهار. ولذلك فعلينا نحن معشر المسلمين أن نقرن العلم إلى العمل، والعمل هو منه حسن الخلق مع أخيك المسلم. شیخ صالح پوزان 20 ثانیه. حکم قول قسم به پروردگار این قرآن. ما حكم قول ورب المصحف؟ لا يقال، لأنه معناه أن المصحف مخلوق، معناه أن المصحف مخلوق وأن له ربا وهو كلام الله ومن كلام الله وصفة من صفات الله. نعم. این مسئله دقیق علمی است. علیکم السلام. کتابی در مورد زکات معرفی فرمایید. فقه زکات از شیخ قرضاوی که دکتراش در همین مورده. خانم زهرا یعقوب خانی لطفاً سوالامو جواب بده. نماز و خفتن رو در ماشین خوندم، قبوله یا دوباره بخونم؟ در ماشین ایستاده خوندید یا در راه رفتن؟ اگر در راه رفتن نه، درست نیست. اگر ایستاده، یعنی اگر چه خلاف اولاست داری بالاخره جایزه. و ارزش برایشان قائل بشوند. جای پدر و مادر خیلی مختصر بود. من خواب اینجا توضیح نمیدم، ولی اینکه شما در خواب دیدید که
جن خواسته یا شیطان خواسته حمله کنه، آیت الکرسی خوندی دور شده و بعدا معوضات خوند، سوره توحید و معوضات خوندید باز دور شده. بله اینا درسته، این سنته، لیکن اینجا من خواب اصلا توضیح نمیدم. آقای ابوالفضل هدایت شده راجع به این قرائت: هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي. این یکی از قرائت‌های هفتگانه، قرائت‌های فکر کنم قرائت قنبل باشه، دقیق یادم نیست، ولی یکی از قرائت‌های هفتگانه. آقای ابو صادق ناروی بله، ولی سوال شما من یادم نیست. کدوم سوال شما کجاست؟ پیش من نیست. من میخوام شهادتین بگم. شما تو اول توضیح بده که چطوری هدایت شدید، بعد شهادتین بگو. مسلمانی این را ببیند و غیرتش به جوش نیاید مسلمان نیست. بله اینو قبلا نشون دادم و میگن که یکی از علتهای 7 اکتبر هم همین کلیپ بود و نمیدونم تا چه حد درسته. و این قوم حتی در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم چیکاری کردن که بعداً از جزیره العرب بیرونشون کردن. سلام رحمت الله. استاد عزیزم انشالله که علامت ها شما باشد. آمین. و از الله تعالی میخوام که هم شما و هم تنها شبکه ما را از چشم حسودان و بدخوان حفاظت کنید. نه همه شبکه ها خوبن، لیکن کلمه برنامه خوب داره، برنامه بد. من با برنامه خوبش کاری ندارم، بداش که فعلا حذف شده. من انتقادم از دو مدیر و روش های نادرست شونه فقط. اما انسان باید مثل زنبور اصل باشه، در هر جایی، در هر گلی بهترینش رو انتخاب کنه. سوالی در مورد دیکتاتوران میخواستم، چرا در هر اسیان گناه بیشتر فرو میرن؟ بیشتر حق علامت را به خودشان نسبت میدن، جزاءشان نسبت بیشتر میشه. منظورم کلیپ آقای اورماس که براتون فرستادم. خب ایشون خودشونو نماینده خدا میدونه، همه کاراشو مشروع میدونه، به زعم خودش هر کاری که میکنه اون اسلامه. برای که وقتی عقیده منحرف شد مصیبت همینجاست دیگه. آدم حق و باطل میبینه، باطل و حق میبینه. آقای ابو عبدالمصور: آقای پردیسی، امروز شیخ محمد تقی عثمانی در تدریس کلاس آنلاین الاختلاف الفقهیه لدى الاتجاهات الاسلامی المعاصره در جواب سوال یک طالب علم از فیجی بود که سوال کرد:
حکم طالب جاسوس چیست؟ خندید گفتند جاسوسی بر مسلمان حلال و بر کفار و مشرکین حرام. حکم این است که تشفی شود. یک داستان خیلی، یعنی که تشفی شود، یک داستان خیلی مفصلی از شیخ ابن باز رحمه الله گفتن که اگر شما داستان رو میدانید بگید. چون نت ضعیف بود ما متوجه حرفای شیخ تقی نشدیم. فقط کمی فهمیدم که طلبه ای از افریقا در جامعه اسلامی بوده، خیلی شریر بود. اساتید گفتم بیرونش میکنم و بعد از مشاوره با شیخ ابن باز بالاخره بیرونش نکردم، اصلاح شده. یک دانشمندی در پیراه شده، هزاران نفر به دست او مسلمان شده و شیخ ابن باز سفری به افریقا رفته و او را دیده و آن طالب داستان خودش در جامعه اسلامی را گفته. بله نمیدونم والله داستانش اولین بار میشنوم. شیخ ابن باز امام بزرگی بود، خدا رحمتش کنه. داستان هدایت من چنین بود. ایشون که قبلا هم این موضوع رو ذکر کرده که آیا قرآن کریم و سنت نبوی واقعا کفایت میکنه. طبق روال که شما میدانید من هم از خانواده شیعی بزرگ شدم که مقید به دین نبودن مثل اکثر شیعیان. روزی در سال 1399 برنامه در مورد خدا ناباوران دیدم. جمله‌ای در اون گفته شد. اون جمله این بود: ما مؤمنان به خدا آرامشی داریم که شما بیدین ها ندارید. کاملا درسته. و بعد از اون جمله مو به تن من سیخ شد و بدون تعصب پذیرفتم. آفرین که واقعا این حرف درسته. بیدین ها آرامش ندارن، مثل دوران جاهلیت که من آرامش نداشتم. ولی الحمدلله الان ایمان دارم و لذتی که از ایمان و نماز تجربه کردم در هیچ چیزی در این دنیا تجربه نکرده بودم. هزاران بار الحمدلله، بلکه میلیون ها بار. خدا را شکر. خدا من دستون رو بگیره و بر آرامشتون و بر آرامش بقیه مؤمنان بیفزاید. تصویری که از اسلام اهل سنت دیدم با اسلام برادران شیعه خیلی متفاوت بود. بله ایشون همون شخصی که قبلا گفت که 24 سالمه، 3 ساله که الحمدلله موحد شدم به لطف شبکه‌های توحید. خدا من دستان رو بگیره. آقای ناصری از افغانستان، علیکم السلام و رحمت الله. آیا پیشرفت های کنونی در تمام عرصه ها در جهان مربوط به مغز انسان است؟ لطفاً توضیح دهید. پیشرفت ها خداوند در هر عصری آنچه را که میخواد دریچه‌ای باز میکنه. انسان ها همه مجرای تقدیر خداوندند، لیکن انسان ها مکلفند که از مغز خود، از عقل خود استفاده کنند. وظیفه خلافت در این دنیا همینه که انسان این دنیا رو آباد بکنه. این دنیا رو خدا اینو در تفسیر بارها ذکر کردم. شاید امروز یا دیشب این کائنات رو در اختیار من شما گذاشته، به من شما عقلم داده، از من شما خواسته که عقل رو در این کائنات ازش استفاده کنیم. هرچه بیشتر استفاده کنیم بیشتر ترقی میکنیم. زمین در اختیار من شما گذاشته، به من شما عقل داده ببینید شخم بزنیم، دانه بکاریم و قصه لحاظا از دانه کاشتن و کشاورزی گرفته تا ساختن موشک‌های قاره پیما. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیام شخصی باش نخونمش. خدا من شهادتتون رو بپذیره. گفتم خواب امام زمان رو دیدم. همه چی آماده هست، برم توشون، موندم چه کنم. فتوا میخوام از شما جان. امام زمان کشکی بیش نیست، دروغی بیش نیست.
فقط صریح و روشن بهم بگو برم یا نه. کجا برید؟ برو سراغ قرآن. امام زمان چیه؟ هیچ دروغی تا حالا به شما نگفتم. حالا کمک میکنم اصلا. ممنونم. دوستان من خواب تعبیر نمی کنم. اصلا تعبیر خواب بلدم نیستم. خواب اینجا جاش نیست. بعدا پیامتون رو میکنم ببینم. آقای ابو احساس جمعی از طلاب که از جزیره القمر هستند و مسیحی بودند به دعوت یک شیخ سعودی مسلمان شدند و 8 سال است که در معهد بودند و الان عالم دین شدند. بعد از 8 سال به جزیره القمر میروند. خدا حفظشون بکنه. من یک جزیره القمری رو دیدم در سال 1980 بود فکر کنم. 80 یا 81. خلاصه ایشون از جامعه اسلامی اخراج شد به خاطر مشکلات اخلاقی و این آقا رو سفارت ایران بالاخره بعدها تحویل گرفت و بردش قم و درس خوند اونجا و چند سال قبل شده بود رئیس جمهور جزیره القمر. رئیس جمهور قبلیش نه، یکی که الان هستش. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده که فتنه رافضیگری رو از جزیره القمر دور کنید. آقای ابوالفضل هدایت شده تشکر میکنم از شما امام زمان فنی که زیرنویس‌های برنامه رو بسیار زیبا و خوب تایپ کردن. بله خدا خیرش بده. من هم اتفاقا براش نوشتم که ازت تشکر بکنم. بله نوشتم براش. شما هم همچنین. کاری که بر خدا باشه خدا برکت میده. اسم دخترم رو گذاشتم سونیا. آخه سونیا که نه پارسی است نه عربی است. دوبار خانم دوبار شما رو خواب دید بهش گفتین که اسم دخترتون رو عوض کنه. بله اسم دخترتون رو عوض کنه. من الان هم میگم یه اسم پارسی بذار، یه اسم عربی که داره معنی خوبی باشه. برای که این اسم شما بذاری هر کسی میپرسه معنی چیه. دختر بالاخره خسته میشه در زندگی. یعنی چیزی که اسم معنی اسم رو نمیدونه. من از شما شنیدم که اسم معنی خوبی داشته باشه. خوبه. بله معنی خوبی داشته باشه. خود اسمم خوب باشه. بعد اسمی باشه که ازش افتخار کنه. آقای موحد شیرازی خیلی وقت نیستید. کجا بودید؟ قاری قرآن عبدالعزیز سهیم الجزائری واقعا صداش رو زیباست. لطفا پخش کنید. إلى بني صهيون المحتلين لفلسطين. الان که اینو بذاریم بهتره. والله الذي لا إله إلا هو لنخرجنكم منها عاجلا أو آجلا مصداقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ولا يغرنكم تحالف أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول معكم فإن هذا أيضا أخبرنا الله تبارك وتعالى به فقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا
إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالذلة عليكم مكتوبة، وسيخرجكم الأبطال من هذه البلاد المقدسة. أو بالله أو تالله لا يفلحن محارب لله. خداوند خیرش بده. خیلی مردانه وایساده رو این قضیه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خب دوستان محترم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.